بنیامین نتانیاهو اومدم زنده ما رو از قبل بکشم بیرون. خارخونی موبایل دفتر خودکار رو گوشی و ایرپاد رپ میکنین، بعضی میره استودیو فکر میکنن خیلی گنگنا، ولی خارخونی بیش نیستن. بریم خوناشام. بریم. بنیامین نتانیاهو کست مادرت، تو رو میکنم با خواهرت. فکر 3 سال رئیس شدی، گلگوز محل ما شدی. تو رو میکنم با مادرت که بگو بیاد بکنمش. فکر کردی ازت عذرخواهی میکنم، نه بابا تو رو تنهایی میکنم. کشورت اندازه گیلانم نیست، حضرت آقا که چرا نیست. اگه شاه نبود شما نبودین، خایمال تلام نبودین، جاکشای بمان نبودین، حمالای بیکار نبودین. مهمه که چی بودیم؟ کسکش بودیم، کسکش. بریم گرگینه. بریم چاقال اینجا ایرانه، اگه میخوای آبادی باید بخوری کیرم و واسطه کنی به دینم و تو خانه رو متک میگه همتون رو هم پک. اگه بخوای بکنی زیاده روی میکنه تا بری پیاده روی. تو رو هم دیگه کیرم هم نیستین، همه تونو میکنم با یه ویسکی. حفاظ نداری با دیسکی، اگه برداری میکنم تو قوطی ویسکی. این رفت شبیه پل ریسکه، اگه سر بخوری میره تو عمق دره، باید میشه یه بنده که نداره هیچ قدرتی ولی میکنه پیشروی. بنیامین نتانیاهو این فصل 1 بود، فصل 2 قراره چرت بدیم. بنیامین نتانیاهو قراره فصل 2 زنده مرده از قبل بکشم بیرون، باش کارهای بد کنم. جوجو ممنون میشم به سایت ما در برنامه‌های مثل اینستاگرام و یوتیوب و تلگرام مراجعه کنید. تا مرده کشی دیگه بدرود.